روانشناس. در زندگی روزمره همه ما انسان‌ها ماهیت برخی شرایط و تجارب به گونه‌ایه که افراد خواه‌ناخواه دچار مشکل میشن، به طرزی که امکان داره سلامت روانی اونها تهدید بشه. تاب‌آوری شامل مجموعه‌ای از ظرفیت‌های فردی و روانی که فرد به کمک اونها میتونه در شرایط دشوار مقاومت کنه و دچار آسیب نشه و حتی در اثر این شرایط بحرانی و سخت خودش رو به لحاظ شخصیتی ارتقا بده. در اینجا به بررسی تعریف تاب‌آوری و اینکه آیا تاب‌آوری آموختنیه یا نه و اینکه چطوری تاب‌آور بشیم میپردازیم. در لغت این کلمه به معنای خاصیت کیهانی، بازگشت پذیری و ارتجاعی معنی شده. ریشه این کلمه از فیزیک گرفته شده. در واقع افراد تاب‌آور میتونن به عقب جهش داشته باشن. اونها توانایی زنده موندن و حتی غلبه بر ناملایمات رو دارن. به عبارت دیگه تاب‌آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و بحران. روانشناسان همیشه تلاش کردند که این توانایی انسان رو برای سازگاری و غلبه بر خطر و سختی‌ها افزایش بدن. تاب‌آوری به این معنی نیست که از این طریق میتونیم یک زندگی بدون استرس و درد داشته باشیم. در واقع تاب‌آوری به معنی توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف پذیر به فشارهای زندگی روزانه است. تاب‌آوری استرس رو محدود نمی‌کنه و مشکلات زندگی رو از بین نمیبره، بلکه میتونه مقاومت ما رو بیشتر کنه. آیا میتونیم تاب‌آور بشیم؟ تاب‌آوری میتونه در هر سن و در هر سطحی رخ بده. یعنی تاب‌آوری پدیده‌ای ذاتی نیست، بلکه از طریق تمرین، آموزش، یادگیری و تجربه حاصل میشه. و اما اینکه چگونه تاب‌آور بشیم؟ ممکنه بپرسید در تاب‌آوری فرد دقیقاً چه کاری انجام میده؟ فرد تاب‌آور به جای اینکه ذهن خود رو بر مشکل متمرکز کنه، بیشتر بر توانایی‌های خود برای رفع مشکل متمرکز میشه و حتی تلاش میکنه از این موقعیت به عنوان یک فرصت استفاده کنه. بنابراین تاب‌آوری باعث میشه که فرد مشکلات رو خیلی خوب حل کنه، نه اینکه از اونها فرار کنه. به طور خلاصه تاب‌آوری در مورد کسانی به کار میره که در معرض خطر قرار میگیرن ولی دچار اختلالات روانی نمیشن و زندگیشون چنان مختل نمیشه و اگر هم بشه به سرعت به شرایط متعادل قبلی برمیگردن. تاب‌آوری باعث میشه که افراد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر از ظرفیت‌های موجود خودشون برای دستیابی به موفقیت استفاده کنن و اون رو یک چالش و آزمون تلقی کنن. 6 روش افزایش تاب‌آوری: برقراری روابط بین فردی بهتر، ندیدن بحران‌ها به صورت موقعیت‌های برطرف نشدنی، هدف گذاری، داشتن اقدام‌های قاطعانه، پرورش دیدگاه مثبتی از خودمون، مراقب خود بودن و در آخر ویژگی افراد تاب‌آور رو داشتن هست که ویژگی این افراد اعتماد به نفس بالا، توانایی حل مسئله، احساس ارزشمندی و عزت نفس و مهارت‌های ارتباطی خوب، مثبت اندیشی و با فکر عمل کردن هست. امیدوارم که این مطلب